전반적인 진행 상황을 보셨을 때 이번 휴전이 이란의 입장에서 공정하게 이루어졌다고 여기시는지 궁금합니다. به نظر میاد که میشه عنوان بهتری رو برای این عنوان درگیری انتخاب کرد. در واقع این یه تهاجم بود که ما بهش پاسخ دادیم. در واقع در بامداد 13 ژوئن رژیم اسرائیل یک حمله همه جانبه رو علیه تأسیسات غیر نظامی، مناطق مسکونی، زیرساخت‌های اقتصادی، فرماندهان نظامی، دانشمندان هسته‌ای، اساتید دانشگاه به انجام رسوند. حتی بعضی از فرماندهان نظامی ما و دانشمندان ما رو در منزلشون همراه با خانوادهشون به شهادت رسوند. پس این ادعا که رژیم صهیونیستی ادعا میکنه که تأسیسات نظامی و هسته‌ای رو مورد حمله قرار داده یه دروغه. در اولین شب حمله این رژیم در یکی از ساختمان‌های مسکونی تنها 60 نفر در اون ساختمان کشته شدن. یکی از اساتید دانشگاه به همراه همسرش و 3 فرزندش همزمان کشته شدند. نزدیک به 90% از تعداد کشته ها در همون محل بمباران کشته شدند. حاکی از اینه که شدت بمباران مناطق مسکونی به گونه‌ای بوده که کمتر مجروحی باقی مونده. تنها 10% از آسیب دیدگان مجروح بودند. 10% از آسیب دیدگان در بیمارستان فوت کردند. 90% از تعداد کشته ها که قریب بیش از 620 نفره، اینها در همون محل به شهادت رسیدن. پذیرش آتش بس هم یه اقدام کاملا مسئولانه از طرف ما بود، به این معنا که نمیخواستیم جنگ گسترش پیدا بکنه. البته ما پیگیر احقاق خودمون از طریق مجامع بین‌المللی هستیم. هم امریکا هم رژیم صهیونیستی باید در مقابل تجاوزی که انجام دادند عواقبش رو بپذیرند و مورد پیگرد قرار بگیرند و جوابگو باشند به جامعه بین‌الملل. 이 공격의 수위는 어떤 기준으로 결정이 됐는지도 좀 그러니까 대응이죠. 대응의 수위는 어떤 기준으로 결정이 됐는지도 궁금합니다. اگه سوال میکنید راجع به اعتماد به امریکا، نه، ما اعتماد به امریکا نداریم، ولی در عین حال به راه حل دیپلماسی اعتقاد داریم. آن چیزی بود که در حال مذاکره بودیم، ولی متاسفانه ترامپ بهش خیانت کرد. همونطور که نتانیاهو با کمک لابی اسرائیلی در واشنگتن تونست ترامپ رو فریب بده و از توافق JCPOA خارج شد، مجددا متاسفانه موفق شد و مجدد ترامپ در تله نتانیاهو افتاد و اجازه نداد که این مسیر مذاکرات تکمیل بشه. نگرانی اصلی اسرائیل توان هسته‌ای ایران نیست، بلکه نگرانیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات و حصول توافق از مسیر دیپلماسیه. طی تقریباً 4 دهه گذشته اسرائیل همیشه تلاش کرده یک روایت دروغ و ساختگی و جعلی رو درست بکنه به اینکه ایران یک تهدیده برای منطقه و اسرائیل و امریکا. از جریان در خلال همین داستان سرایی و روایت جعلیه که اسرائیل میتونه برای خودش یه جایگاه ممتاز تو خاورمیانه درست بکنه و از مزایای مادی، نظامی، لوجستیکی برخوردار بشه. اسرائیل و به ویژه نتانیاهو همیشه نگران این بودن که ما ایران و امریکا بتونن مشکلات خودشون رو از روش‌های دیپلماتیک و مذاکرات حل بکنن. اگه این اتفاق بیفته و نگرانی‌های مشروع امنیتی که ما نسبت بهش داریم
مورد پذیرش قرار بگیره و حقوق هسته‌ایمون تو چارچوب آژانس IAEA پذیرفته بشه، این اتفاق اگه بیفته عملاً سرمایه‌گذاری چند دهه‌ای اسرائیل تماماً از بین میره و این برای اسرائیلیا خیلی مایه نگرانیه. واکنشی که ما داشتیم که شاید تعبیر به این بشه که واکنش محدودی بود و میتونستیم واکنش‌های شدیدتر نشون بدیم، این هم بازم یه نوع رفتار مسئولانه ایران رو میرسونه که مانع از گسترش جنگ و آسیب دیدن منافع همسایگانمون بشه. نتانیاهو با اون افکار خطرناکی که داره همواره آرزو داشته که کاری بکنه که امریکا وارد درگیری مستقیم و همه جانبه با ایران بشه. 미국에 대해서 협상 상대로 신뢰를 잃으셨지만 협상하겠다는 기조는 지금도 변함이 없으신. ما این موضوع رو رد نکردیم. بایستی تصورمون اینه که راهی جز مذاکرات و دیپلماسی واسه حل کردن این سوء تفاهم‌ها و تردیدهای بیهوده‌ای که نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران وجود داره، راهی جز دیپلماسی و مذاکره وجود نداره. امکان نداره با این روش‌های تهاجمی و تجاوزکارانه بشه ایران رو از حق حقوق خودش محروم کرد. خواسته های ما خیلی روشن و شفافه و حاضریم نهایت شفافیت رو راجع به برنامه هسته‌ایمون داشته باشیم، کما اینکه مثل گذشته عمل کردیم. همکاری کاملی هم با آژانس داشتیم و بعد از GCPOA هم تعهدات اضافی رو پذیرفتیم. 이란의 원자력 인프라가 어느 정도 보존이 됐는지 정부 내에서 공식적인 피해 평가가 있으면 공유를 해주시면 감사하겠습니다. آن چیزی که برای ما مهمه و اصل و مبنای صنعت هسته‌ای ماست در واقع دانش بومی که در ایران وجود داره. زنجیره این دانش از معدن تا در واقع تأسیسات هسته‌ای کاملا بومیه و در اختیار دانشمندان ایرانیه. صرف نظر از مقدار آسیبی که دیده باشه تأسیسات ما، دیر یا زود بازسازی میشه. حالا خود حتی مقامات امریکایی هم در واقع برخیشون دارن اعلام و ادعا میکنن که آنگونه که ادعا میکردن صنعت هسته‌ای ما آسیب ندیده. بیشتر از این که نگران اون تأسیسات باشیم، ناراحت جان غیر نظامیامون، اساتید دانشگاهیمون و بعضی از دانشمندانمونیم که ناجوانمردانه و بیگناه توسط این رژیم ترور شدن. ما ظرفیت‌های اقتصادی و نیروی انسانی توانمندی داریم. 실제로 IAEA와 협력이나 이란의 NPT 회원국 지위에 향후 변화가 있을 수 있는지도 좀 궁금합니다. بله، مجلس ایران نمایندگان یک طرحی رو تصویب کردن که با اکثریت قاطع تصویب شد به اینکه همکاری‌های ما با آژانس به حالت تعلیق در بیاد تا زمانی که ضمانت‌های لازم رو نگیریم به اینکه تأسیساتمون و دانشمندانمون در معرض تهدید و ترور نباشن. موقعی که این تهاجم صورت گرفت، تعدادی از اصلا بازرس‌های آژانس در ایران حضور داشتن. سال 2024 تقریباً حدود 60% بودجه آژانس صرف بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای ایران شده. تا الان سابقه نداشته که آژانس اینقدر رو فعالیت‌های هسته‌ای کشور وقت بگذاره و حساس باشه. نشون میده که رویکرد آژانس یه رویکرد سیاسیه نه فنی و مدیر کل آژانس آقای گروسی هم اون یه شخص مطیع و فرمانبره. شواهدی وجود داره که دانشمندان هسته‌ای ایران که ترور شدن اسامیشون از آژانس درس کرده و به دست اسرائیل رسیده. این یک طنز تلخه به اینکه
چطور یک کشوری که خودش عضو NPT نیست، خودش تعداد زیادی کلاهک هسته‌ای داره و تنها کشوریه که تو خاورمیانه کلاههای هسته‌ای داره، اون مدعی میشه که فعالیت‌های یک کشور عضو NPT خطرناک و نظامیه و با کمک یک قدرت هسته‌ای دیگه به خودشون اجازه میدن به تأسیسات هسته‌ای کشوری حمله کنن که کاملا زیر نظر آژانس داره اداره میشه. رژیمی که تو خلال حملات به غزه بعضی از مقاماتش چندین بار اظهار نظر کردن که باید از سلاح هسته‌ای علیه مردم فلسطین استفاده کنیم. از این افکار شرورانه و خطرناک واقعا جامعه جهانی باید نگران باشه. 이란 내 NPT 탈퇴하자는 목소리에 대해서 말씀 안 해주셔가지고 به نظر میاد که الان خیلی از فشار روی افکار عمومی روی دولت این هست که چرا ما باید عضو NPT باشیم، مسئولیت هایی رو بپذیریم، محدودیت هایی رو بپذیریم، بازرسی ها رو بپذیریم، ولی در مقابل نتونیم از حقوقی که NPT برای ما فراهم کرده استفاده کنیم. مردم میپرسن این عضویت برای ما چه سودی داشته؟ چه حمایتی آژانس از تأسیسات هسته‌ای ما به عمل آورده؟ چرا باید بازرسان بیان بعضیاشون به عنوان جاسوس عمل بکنن و اطلاعات رو ببرن به دشمن بدن؟ ما قریب 200 بازرس رو که آژانس معرفی کرده، به عنوان تو لیست معرفی کرده، مورد تایید قرار دادیم. کمتر از 10 نفر از اینها رو که اتباع کشورهای اروپایی متخاصم هستند و رویکرد مثبت ندارند و مشکوک به جاسوسی هستند، اینها رو ما از اون لیست حذف کردیم و این حق هر کشور عضو NPTه که اسامی رو بپذیره یا رد بکنه و ما هم از این حقمون استفاده کردیم. جنجالی به پا کردن به این که ایران اجازه نمیده بازرسان بیان تأسیسات هسته‌ای رو بازدید بکنن. اون بخشش رو نمیگن که قریب 190 نفر بازرسان همچنان میتونن تو لیستن و میتونن، یعنی در واقع این فریب افکار عمومیه. مصوبه‌ای هم که شورای حکام اخیراً تصویب کرد و پیشنویس امریکا و 3 کشور اروپایی رو مورد تایید قرار داد در محکومیت ایران و اینکه فعالیت‌ها شفاف نیست، خود همین هم یک زمینه سازی برای این تهاجم اسرائیل بود. در واقع میشه گفت این یه همدستی بود بین برخی از اعضای شورای حکام برای زمینه سازی این اقدام شرورانه اسرائیل. اخیراً آقای گروسی مصاحبه ای داشت و اعلام کرد که ما هیچ شواهد متقن که نشون بده برنامه هسته‌ای ایران به سمت نظامی میره رو بهش دست پیدا نکردیم. ولی خب این یه اعتراف دیرهنگامه. اون اتفاق بدی که باید میافتاد متاسفانه افتاد و اساسنامه آژانس و NPT واقعا لگدمال شد و مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت. 이런 불합리한 상황이 계속되면 이란의 NPT 회원국이라는 지위에 변화가 있을 수 있나요? بله، به نظر من میتونه وجود داشته باشه. 교훈을 준다고 보시는지도 궁금합니다. 특히 한반도에 어떤 교훈을 준다고 보시는지도 궁금합니다. متاسفانه نتیجه و پیام تأسف آوریه واسه جهان برای نظام عدم اشاعه و این میتونه در واقع یکی از جاهایی رو که میتونه به مخاطره بیاندازه در واقع شبه جزیره است. امیدوارم شبه جزیره از این اشتباه و این روش‌های غلط و این تصمیم گیری‌های فاحش و خودسرانه به دور باشه. این که حالا گفته میشه اسرائیل ادعا میکنه یا نتانیاهو که دستاورد بزرگی داشته و پیروز این تهاجم بوده، در واقع این هم یک فریبکاریه.
نتانیاهو یک فردیه که در داخل این رژیم به اتهام فساد تحت پیگرده تو دادگاهش. توسط دادگاه بین‌المللی کیفری تحت پیگرده و حکم بازداشتش صادر شده. اون برای فرار از این منجلاب و هر کاری دست میزنه. اون میخواد برای خودش زمان بخره و از خلال این تشنج آفرینی بتونه خودش نجات بده. اون فقط الان به خودش و به حیات سیاسی خودش فکر میکنه. سوال این که چرا به حملات خودش و به تراژدی غزه خاتمه نمیده هم در همین نهفته است. موضوع گروگان ها هیچ موقع واسش مهم نبوده و نیست. همچنان علیرغم این که غزه رو به یک سرزمین سوخته تبدیل کرده، از همه ظرفیت‌های سلاح‌های کشتارش استفاده کرده علیه این غیر نظامیان، ولی باز هم کفایت نمی‌کنه و الان داره از سلاح گرسنگی علیه مردم غزه استفاده می‌کنه. همزمان با حملاتی که به ایران داشت، همزمان در طی همون 12 روز قریب 1000 نفر از غیر نظامیان رو در غزه قتل عام کرده. الان تعداد کشته های غزه از 56,000 نفر فراتر رفته. یک کشتار و قتل عام واقعی در اونجا در جریان. همچنان یکی از دلایل کار شرورانش در تهاجم به ایران، یکی از دلایلش این میتونه باشه که هیچ موقع جامعه جهانی و به ویژه دولت‌ها واکنش شایسته و قاطعی علیه این رژیم انجام ندادند. در مورد شبه جزیره میخوام یه نکته ای رو اشاره کنم. یک فریبکاری و حیله‌ای که اسرائیل به کار میبره و ماشین تبلیغاتی اسرائیل به کار میبره، به ویژه در مورد مردم کره جنوبی، اینه که تلاش میکنه که رژیم خودش رو شبیه کره جنوبی نشون بده و تلاش میکنه که یک همزاد پنداری بین مردم کره جنوبی و اسرائیل ایجاد بکنه و بگه که ما دوتا خیلی شبیه همیم. کره جنوبی رو با یک قدمت تاریخی عمیق، با یک فرهنگ عمیق، با مردمی اصیل داره مقایسه میکنه با رژیمی که به صورت اشغالگری به وجود اومده، دائما به همسایگاش در خلال این 8 دهه حمله کرده، صاحب سلاح هسته‌ایه، هیچ گونه قوانین بین‌المللی رو بهش اعتنا نمیکنه. این در واقع یک توهین به مردم کره جنوبیه که خودش رو بیاد در مقام مقایسه با کره جنوبی قرار بده. مردم شبه جزیره، چه اونهایی که در شمال زندگی میکنن چه اونهایی که در جنوب، صاحب یک تمدن و تاریخ مشترکن، در صورتی که اسرائیل با مهاجرانی که از همه جای دنیا جمع شدن در این قطعه از خاک فلسطین هیچ سنخیتی با مردم خاورمیانه ندارن.